زدوخوردی مسلحانه نوبتی در مرز تاجیکستان با قرقیزستان. یک سرباز تاجیک به شهادت رسید. آغاز ساختمان کارخانه استحصال سمنت در ناحیه عینی. سامان ایر، شرکت هواپیمایی خانوادگی امام الرحمن، برای به حج بردن زائرین از تاجیکستان به عربستان سعودی اجرای 23 پرواز را به نقشه گرفته است. بازی این سال. امروز منتخب فوتبال تاجیکستان با منتخب قرقیزستان بازی می کند. صبح امروز در قطعه مرزی دولتی قرقیزستان و تاجیکستان میان مرزبانان دو کشور زدوخوردی نوبتی مسلحانه به عمل آمد. در این باره ریاست اطلاعات و ارتباطات خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان خبر داده سرحدبانان تاجیکستان را متهم به سر کردن نزاع کرد. جانب تاجیکستان تا حال به این واکنش نکرده است. به اطلاع منبع تخمینا ساعت 6:50 تا ساعت 7 به وقت محلی در موضع بلاغباش ناحیه بادکند ولایت بادکند به طرف دیدبانگاه سرحدی بلاغباشی کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان از جانب سرحدبانان تاجیکستان تیر خالی شده است. در پاسخ جانب قرقیزستان نیز به سمت پاسگاه تاجیکستان تیر جوابی پرتاب کرده است. سرحدبانان دو طرف فوراً موقع‌های جنگی را اشغال کرده اند. در همین حال نماینده سرحدی جمهوری قرقیزستان در ولایت بادکند با نماینده سرحدی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد گفتگوی تلفنی انجام دادند. همچنین سرداران قسم سرحدی طرفها به جای واقعه رفته‌اند. در خبر گفته شده است که ساعت 7:50 جانب تاجیکستان دوباره و این دفعه از مینامیات و نارنجک به تیراندازی شروع کرد. ساعت 8:10 تیرپرانی قطع شد. در حال حاضر نشست نمایندگان مرزبانی جانب‌ها برای روشن کردن سبب‌های تیرپرانی و جلوگیری از تشدید وضع ادامه دارد. اما گفته می شود بعد ساعت 8:40 روز 14 ایون وضع در قطعه مرزی تاجیکستان قرقیزستان متشنج شده است. طبق معلومات تا به حال به ما رسیده در زدوخورد یک سرباز تاجیک جان باخته است. تا به حال در این باره جانب تاجیکستان به رسانه‌ها چیزی نگفته است. در جماعت دهات انزابی ناحیه عینی برای ساختمان کارخانه استحصال سمنت فان سمنت سنگ اساس گذاشته شد. بنا به اطلاع سامانه رسمی مقامات اجراییه حاکمیت دولتی ناحیه عینی این کارخانه قرار است در مدت 26 ماه بهره برداری شود. ظرفیت تولید کارخانه در یک سال 100,000 تن سمنت گفته می شود. در خبر آمده است پس از آغاز به کار کردن کارخانه برای 120 نفر ساکنان ناحیه عینی شغل ایجاد می شود. سال 2021 حدود 4,400,000 تن سمنت در تاجیکستان تولید شد. اما ساکنان روستای نزدیک به ساختمان این کارخانه نگران از آن هستند که کارخانه استحصال سمنت هرچند به آنها جای کار می آفرد ولی پرتاب زهرآلود آن به هوا می تواند ضرری جدی به سلامتی داشته باشد. از این پیش ساکنان دهه آبی کنپایی ناحیه عینی از تاثیر منفی پرتابگاهی کارخانه آمریکایی فلزاتگدازی انزاب به سلامتی خود شکایت کرده بودند. ولی مقامات آن وقت گفته بودند که برای چنین مقداری کمی ساکنان نمی شود که فعالیت کارخانه در تاجیکستان کوهستانی و کمزمین قطع کرده شود. سال 2021 حدود 4,400,000 تن سمنت در تاجیکستان تولید شده است. در تاجیکستان 16 شرکت تولیدی سمنت با ظرفیت تولیدی 4,700,000 تن سمنت فعالیت می برند. سامان ایر، شرکت هواپیمایی خانوادگی امام الرحمن، برای به حج بردن زائرین از تاجیکستان به عربستان سعودی اجرای 23 پرواز را به نقشه گرفته است. در این باره خدمات مطبوعاتی شرکت خبر داده نوشته است که اجرای پرواز اولین روز 20 ایون در نظر است. گفته می شود بازگشت زائران از ادای مراسم حج روز 17 ایول پیش بینی شده است. در سال 2022 ارزش ادای مراسم حج برای شهروندان تاجیکستان 61,000 سامانی معادل $5,350 مقرر شده است که 25,000 سامانی زیادتر نسبت به سال 2019 می باشد. در سال 2019 نرخ ادای مراسم حج برای تاجیکستانیان به 35,000 سامانی $2,750 طبق قرب همان وقت برابر بود. قابل ذکر است که از تاجیکستان ساکنان سنی از 40 ساله تا 65 ساله به مراسم حج فرستاده می شوند. منتخب فوتبال تاجیکستان در مسابقه جام آسیا 2023 در گروه F امروز 14 ایون مقابل منتخب قرقیزستان رقابت می کند. قرقیزستان میداندار و میزبان مسابقه می باشد.
گفتنی است در ورزشگاهی به نام دالان آمرزا قوی شهر بیشکک بازی دور دومی مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F برگزار شد. منتخب تاجیکستان زیر رهبری متخصص خرواتی پیوتر سگرت پس از غلبه کلان مقابل تیم میانمار با حساب 4-0 در دور دوم با یک کچینی سنگاپور میدانداری نموده به پیروزی دست یافت. یگانه گل واخوری را در قسم دوم بازی در دقیقه 53 دیدار شیروان مبادشایف به ثمر رسانید. پرتاوی گل‌آور به نام محمد جان رحیموف نوشته شد. شیروان در دو بازی نخستین خود در تیم ملی مؤلف 3 گل شد. همکنون منتخب تاجیکستان در گروه F شماره امتیازهایش را به 6 عدد رسانیده است. منتخب تاجیکستان برای اولین بار در تاریخ خود میتواند به فینال قهرمانی آسیا راه یابد. تنها یک قدم خرد باقی مانده است. بهترین وریانت برای تاجیکستان پیروزی در مقابل قرقیزستان و یا حداقل با حساب مساوی تمام کردن بازی می باشد. این بود شرح خبرها تا این دم. ما را پیگیری کنید.